علم، هنر یا جنون؟ نمایش کالبد شکافته شده یک جسد واقعی انسان. این تکنولوژی رو خودم تصادفی کشف کردم. دکتر گانتن وونهاگن، کالبدشناس آلمانی، با ابداع روشی جدید آب داخل سلول‌های بدن اجساد رو تخلیه و جاشو با پلاستیک پر میکنه. تو بخش آناتومی دانشگاه دیدم که تیکه کوچیکی از بافت بدن رو داخل یک پوشش پلاستیکی گذاشتن. پرسیدم نمیشه پلاستیک رو به داخل سلول تزریق کرد؟ شاید سالم بمونه. گفت دیوونه ای، امکان نداره. باور نکردم. گفتم ما کره ماه رو فتح کردیم. چطور نمیتونیم سلولای خودمون رو حفظ کنیم؟ 2 روز بعد دکتر هاگن تکنولوژی پلاستینیشن یا تزریق پلاستیک به داخل سلول‌های بدن رو ابداع کرد که میتونه سلول‌ها رو برای سالها بدون اینکه فاسد بشن حفظ کنه. این نوآوری بهانه‌ای شد تا دکتر هاگن به جمع‌آوری اجساد افراد داوطلب مشغول بشه و نمایشگاه جهان اندام رو راه بندازه. نمایشگاه بحث‌انگیزی که توش میشه تمام جزئیات آناتومی بدن واقعی انسان رو دید. فکر میکنم مهمه که اندام واقعی آدما رو ببینیم. مثلا بدن اون زن باردار رو خیلی آموزنده و مهمه که ببینیمش به جای اینکه بترسیم، ولی واقعا ترسناکه. از دستگاه گوارشی گرفته تا پوست تن، از مغز تا دستگاه تناسلی، نمایشگاه جهان اندام جزئیات باور نکردنی از همه بخش‌ها و بافت‌های بدن رو نشون میده. تو بخشی از نمایشگاه ریه یه فرد سیگاری کنار ریه یه فرد سالم گذاشته شده و به وضوح میشه تفاوتشون رو دید. دکتر هاگن با روش ابداعیش تونسته نمونه هایی بسازه که فقط از رگ و مویرگ های بدن تشکیل شدن. در جای دیگری از نمایشگاه فردی سوار بر اسب مغز اسب رو تو یه دست و مغز خودش رو تو دست دیگش داره و نشون میده با اینکه سر اسب خیلی بزرگتر از سر انسانه ولی مغزش کوچیک‌تره. گاهی تفکیک بین هنر و علم تو کارهای دکتر هاگن ممکن نیست. فکر کنم بدون شک نمیشه مرزی براش قائل شد، مثل اون زرافه. چیز زیادی برای یاد دادن نداشت ولی خواسته بگه که من این کارو کردم. بدنهایی به نمایش در اومده همه متعلق به افرادی هستند که تو زمان حیاتشون داوطلب اهدای بدنشون به این نمایشگاه بودن. خود دکتر هاگن هم خواسته تا بعد از مرگش بدنش به این نمایشگاه اهدا بشه. چند تای سیاستمدار و آدم مشهورم خواستن که بدنشون رو اهدا کنن، اما من فعلا ساکتم، چون این نمایشگاه واسه نشون دادن زیبایی اندام و آناتومیه، نه در مورد زندگی اهدا کننده ها. شاید چنین نمایشگاهی روزی راه بیفته، ولی فعلا نام تمام اهدا کننده ها محفوظه. فکر می‌کنم همه کسایی که از این نمایشگاه بازدید میکنن آدم معمولی، هنرمند یا سیاستمدار، فارغ از اینکه بدنشون اهدا بکنن یا نه، مطمئنا بعد از دیدن اینها نظرشون نسبت به زندگی و مرگ به کلی عوض میشه.